روز بخیر دوستانم. چند قدر در ما دخترانی هستند که از شوهر جدا شدند. بیوه میگن، به نهایت زیاد هستند. اما اکثریت ما با مانند گرگ حمله میکنیم، انتظار میشیم کی از شوهرش بر آمده است، کی این است، کی بیوه است، که تو که حمله به سوی او بکنیم. بدونید خواهرکانی عزیز، کوشش کنید تا در نکاح کسی باشید و زیر طعنه مردم نباشید. دلیل همین پول اگر در کوچه افتیدگی باشد، همه کوشش میکنه تو رو به دست دارد، همه کوشش میکنه تو رو بگیرد. اگر این پول در کیسه من باشد، کسی جرأت نمیکنه، یعنی همه امیدش رو میکنه. و خدا کند که همه شما صاحب شوهر بشوید و آبروی والدین و ما جوانان تاجیک را حفظ کنید. خداحافظ.